آفتی که روی این درخت بادام مشاهده میکنید ابریشم بافناجور یا بیتکلی هستش. یکی از آفاتی هستش که توی بهار میاد سر وقت درختا. این آفت دامنه میزبانی زیاد داره، یعنی اول قبل از که درختا بیدار شه روی علفهای هرز هستش و بعد میاد و روی درخت با ایجاد کلونی هایی که با تعداد بسیار زیادی تشکیل میده شروع میکنه از برگ های در واقع رویده شده تغذیه میکنه و کامل برگا رو میخوره و درخت رو لخت میکنه. برای همین خیلی خطرناک هستش و میتونه آسیب بسیار شدید یا همان استارت درخت بزنه و به هر حال اگر درخت میوه داشته باشه میوه ها ریزش میکنه. به محض که این آفت رو مشاهده کردیم با سمومی مثل کنفیدور، استامپرا، پرمترین، سایپرمترین که غلظتاشو براتون توی کپشن می نویسم، حتی گاهی وقتا ما ترکیبی از سموم استفاده میکنیم، بهتره توی